مرسی، سپاسگزارم دوستان. سلام، صبحتون بخیر. منم جوادم، کم درآمد. خدا رو شکر بابت یه جلسه دیگه. توی جلسه قبل در مورد جنبه‌های بیماری و راه درمانشون صحبت کردیم. گفتیم که تو کلی باید مطالب رو یاد بگیرین و تمیز باید برنامه رو کار کنیم، با هم پیش بیایم. یعنی وقتی میگیم قدم یک یعنی چی، یعنی باید بدونیم کم درآمدی چی هست، نتیجه کم درآمدی چی هست، چرا کم درآمد شدیم و اعتیاد ما در کم درآمدان چی هست، جنبه‌های بیماریمون و راه درمان. این 6 تا موضوع رو باید کاملا بهش اشراف داشته باشیم از دو جهت. یکی این که بدونیم از کجا داریم ضربه میخوریم، دوم این که بتونیم راحت همینا رو به یه نفر دیگه هم انتقال بدی. از این بابت باید کامل حواستون به برنامه باشه. جلسه قبلی رو مرور میکنیم. گفتیم بیماری ما 3 تا جنبه داره: جسمی، ذهنی و روحی. یعنی ما 3 تا قسمتمون به مشکل برخورده که ما مجبوریم بریم از رفتارهای کم درآمدی استفاده کنیم. ما 3 تا قسمتمون به مشکل میخوره که رشد نمی کنیم، پیشرفت نمی کنیم. اولش قسمت جسمی هست که ضعف جسمانی داریم و این ضعف جسمانی اجبار بدنی رو بر من میاره که ما باید برای درمانش ورزش کنیم، تعامل حضوری با دوستان بهبودی داخل جلسات و یا بیرون جلسات داشته باشیم، غذای سالم، تفریح، بازی، خواب مناسب و کار پزشکی که باید برای جسممون انجام بدیم که حالا تمریناشو دادیم و در موردش مفصل صحبت کردیم. ورزش رو خیلی تاکید کردیم. من سعی کردم روزایی میرم ورزش رو بذارم، تجربه نیرو امیدی باشه و بچه‌های دیگه هم گذاشتن. یه جو خوبی به نظرم به وجود اومد توی گروه تمرین ها. خیلی خوب بود، دمتون گرم. قسمت دوم بیماریمون یا جنبه دوم بیماریمون جنبه ذهنی بیماری هست که ذهن ما هم بیماره، به این صورت که وسوسه داره. توی مشارکتاتون بچه‌ها سعی کنید در مورد وسوسه های ذهنتون هم بگین که این ذهن چجوری گولمون میزنه. و گفتیم وسوسه یعنی چی؟ وسوسه این که ما نمیتونیم به فکر استفاده نکردن از رفتارهای کم درآمدی نیفتیم. میخوایم زرنگ بازی هم در بیاریم، یه جوری با همون فرمون قبلی بریم و به مشکل هم بر نخوریم و این اتفاق نخواهد افتاد بچه‌ها. اگه با همون فرمون قبلی بری، اگه با همون زندگی قبلی زندگی کنی، نتایج همون نتایج قبلی هست. اگر میخوای زندگی جدیدی داشته باشی، باید سبک زندگیت، مدل زندگیت عوض بشه. بچه میدونین چی اینجا باید تغییر کنه؟ توی این گروه شخصیت ماها باید عوض بشه. یعنی شما اینجا چیزی نیست که مثلا بهتون بگم اتفاق فلانی براتون بیفته که مثلا شما عوض بشین. ما با انجام کارهای ریز ریزی که داریم روی خودمون انجام میدیم، به مرور شخصیت ماها داره عوض میشه. برنامه روحانیه ها، برنامه معنویه ها، ولی داره روی ماها، ما داریم کارها، ببین، اقدام داریم میکنیم. این خیلی مهم است. اصل و اساس این برنامه بر پایه تمرین هست، بر پایه اقدام و عمل هست. باید عمل کرد داشته باشیم و وقتی عمل کرد داریم، اتفاقی که میفته شخصیت ماها به مرور عوض میشه. یعنی ماها کارهایی که داریم در طول روز انجام میدادیم عوض میشن. مثلا اگر من قبلا آدم بودم بسیاری توی گوشی بودم و تنبلی میکردم و حس و حال خوبی هم نداشتم، تنها هم بودم، افسرده هم بودم، کارم هم جدی انجام نمیدادم، یه سرم کلم تو اخبار بود و پرخوری هم میکردم و زیادم میخوابیدم، ورزشم نمیکردم، با آدمی که الان توی گروه، توی جمع دوستانی هست که همشون در حال بهبودی، در حال رشد و پیشرفتن، مراقب تغذیه‌اش هست، ورزشش رو انجام میده، ثبت زمان میزنه، جلسه میره، خدمت میکنه، با بچهای برنامه تو ارتباط، گروه داره، میره میاد، در تماس،
این دوتا آدم با هم زمین تا آسمون فرق میکنه نتایج زندگیشون. قطعا فرق خواهد کرد. با انگیزه میره کار میکنه، گیر کرد تو کارش جلسه عملکرد میگیره، با یار عملکردش چک میکنه خودشو. باید فرق کنه این دوتا آدم و ما قراره تو این برنامه و شخصیتمون عوض بشه. ما قراره تو این برنامه آدمای قبلی نباشیم. تا زمانی که کارهای قبلی رو داری انجام میدی نتایج همون نتایج قبلیه. که این نتایج عوض میشن؟ نتایج زمانی عوض میشن که تو کارهات عوض بشن. یعنی این که تا حالا داشتی نون خشک میریختی تو این چرخ گوشت، اون بعد وقت هم داشت نون خشک چرخ شده به تو میداد. گفتی چرا گوشت نمیده بیرون؟ چرا گوشت نیست؟ چرا قر میزدیم؟ آقا تو چی داری میریزی تو این که خروجیش چی میخوای؟ پس اگه من رشد و پیشرفت و موفقیت و حال خوب و دستاورد و دوستای خوب و اینا رو میخوام، منم باید مصالحش رو براش مهیا بکنم. من مصالح رو باید بریزم توی اون چرخ زندگی تا خروجیش بشه خوشبختی. یک باور اشتباهی که بچه‌ها فرهنگ ما به ما داد، این که خدا درست میکنه، خدا خودش همه چی رو به دست میگیره. بعد ما تو برنامه دیگه بدتر، ما انجام خدا بسپار به خدا. من یه وقتا ببخشید میخوام بیادب بشم ها، یعنی توف هم کف دستمون نمیندازه همینجوری، ببخشید میگم ها. باید کارهای خوب بکنی، باید کارهای درست انجام بدی، باید ورزش بکنی تا شاداب باشی، باید مراقب تغذیت باشی تا بیمار نشی، باید حواست به وزنت باشه. اصلا تعارفی نیست. تو 200 تا رهجو هم داشته باشی، صبح تا شب هم تو انجام خدمت بکنی، حواست به سلامتیت نباشه، خدا شاهد مریض میشی. بعد کارهای درست انجام بدیم. حالا تو قدم 2 میرسیم این صحبت ها رو میگیم همشون. و اینا از فرهنگ ما میاد توی باورهای اشتباه ما و تبدیل میشیم به یک آدمای کم فعالیت، ارزم بود با کارایی پایین که نشسته فقط دهنش هم باز گذاشته که یه موجودی بیاد نمیدونم برای این غذا بیاره، از آسمون براش پول برسه، از آسمون براش خوشبختی ایجاد بشه. ولی من و تویی که اومدیم توی این برنامه میخوام خوشبختی رو بسازیم. قشنگی این برنامه اینه، من و تو اومدیم که خوشبختی رو بسازیم. پس گفتیم بیماری ذهنی ما وسوسه فکری هست و این وسوسه فکری راه درمانش کارکرد 12 قدم هست. شروع کردیم، تمرینا رو شروع کردیم. و سومین جنبه بیماریمون گفتیم کمبود و قدرت هست که این کمبود و قدرت با خدمت کردن درست میشه. خدمت کردن یعنی کار کردن برای دیگران. بعضی خدمات ما رایگان هست، بعضی خدمات ما پولی هست، مثل توی کسب و کارمون. ولی دیدگاه باید خدمت باشه. هر جایی که هستیم با دیدگاه، از صبح تا شب همش باید فکر این باشیم ما باید در حال خدمت باشم. تو کارت داری پولم میگیری ها، ولی دیدگاهت این باشه میخوام بهترین خدمتی که میتونم و به این مشتریام ارائه بکنم. تو خانوادت هستی، میخوام بهترین خدمت رو به این خانوادم بکنم. هر جایی که هستیم بهترین خدمتی که میتونیم رو انجام بدیم. از اینجا به بعد با کتاب کار میکنیم، با کتاب پیش میریم. حتما کتاب فیزیکی رو داشته باشین. بچه‌ای که تو این جلسه ندارن PDF توی گروه تعلیم هست، تو قسمت نشریات میتونیم PDF کتاب رو داشته باشین. و دیگه ما از این به بعد با این کتاب پیش میریم. خب میشه صفحه 18 قبل از 18 صفحه قبل از 18 تجربه روحانی. میخوام وارد قدم 2 بشیم. آخرین موضوعی که تو قدم 1 بهش اشاره کردیم، نه خودمون و نه هیچ نیروی انسانی نمیتونه ما رو از این مخمسه‌ای که توش گیر افتادیم بیاره بیرون. من این مقدار از فشار و درد قدم 1 کم کردم و اومدم بیشتر با تمرین، با اون
جاذبه هایی که توی قدم 1 هست با دیدن بیماری مونی مقدار درد اینو کم کردم. امیدوارم خودتون رفته باشین و قدم 1 رو توی کتاب تعلیم خونده باشین، بسیار بهتون کمک میکنه بچه‌ها. نیازه، ببینید یه چند ماهی رو خداییش مایه بذارین، یه انرژی ویژه بذارین برای این مسیر. اگه ضرر کردین، اگه بد بود، اگه وقتت هدر رفت، هر چی خواستی به من بگو، ولی یه چند ماهی رو جدی و پیگیر و دقیق این برنامه رو کار کن، پیش بیا، یه عمری حالشو ببر. من خواهشی که ازت دارم جدی باش توی این مسیر، در حاشیه نباش. الان دراز نکشیده باشی داری گوش میکنی ها. میدونم خیلی ها دراز کشیدن و دارن گوش میکنن، چون من هم در گذشته همین جوری بودم. میذاشتم تو گوشم دراز میکشیدم، یه 10-20% رو میفهمیدم، 80-90% هم میموند. این به درد نمیخوره دوست عزیز. اگه هنوز ورزش رو شروع نکردی، اگه هنوز نرفتی چکاپ بکنی سلامتی تو، آزمایش بدی، دکتر بری، کارایی که پزشکی که باید انجام بدی رو انجام بدی، اگه نمیدونم حداقل یه کششی تو خونه به خودت نمیدی، یه نرمشی نمیکنی، این برنامه برات کار نخواهد کرد. خدا شاهده برات کار نخواهد کرد. رک بهت بگم 10% میتونن این برنامه رو کار کنن و از 10% 1% میگیرن. در خروجی اینقدره. ولی عملا 100% کسایی که این برنامه رو کار کنن جواب میگیرن. پس مشکل چیه که جواب نمیگیرن 99%؟ دلیل اینه که کار نمیکنن. میرسیم دیگه الان 96 نفر تو این جلسه، 95 نفر. آخرین جلسات ببینید چند نفر میان، یا سوالایی که میپرسید کیا انجام دادن، ببینید کیا انجام دادن. یعنی دیگه تجربه چند ساله من هست و که خروجی این برنامه خیلی پایینه. یعنی مسیر رو هر کسی نمیتونه بیاد. رک بهتون بگم. خب بریم سراغ قدم 2، صفحه قبل از صفحه 18. صفحه 17 هم نمیشه بچه‌ها. تجربه روحانی، مجله برگمو، ژوئیه 1963. هدف مجله برگمو انتشار داستان‌هایی در مورد تجربیات روحانی است. مایلم به عنوان مقدمه چند کلمه‌ای در مورد این موضوع جالب ذکر کنم. نوعی گرایش بسیار طبیعی برای جدا کردن تجربیات یا بیداری روحانی که ناگهانی، خارق‌العاده یا مکاشفه‌ای هستند از دیگر انواع آن وجود دارد. بنابراین هر نوع روایتی از این گونه تجربیات همیشه عکس‌العمل‌های گوناگونی را موجب می‌شود. نیازی که من این تجربه روحانی رو بخونمش توی کتاب، ببینم کدوم صفحه هست و بعد بیایم بچه‌ای تو کتاب تعلیم میدونن تجربه روحانی. دیدمش، صفحه 19. خب بهش میرسیم. هیچ نوعی بسیار طبیعی برای جدا کردن تجربیات یا بیداری‌های روحانی که ناگهانی، خارق‌العاده یا مکاشفه‌ای هستند از دیگر انواع آن وجود دارد. در مورد چی میخواد صحبت کنه؟ در مورد بیداری روحانی یا تجربه روحانی. بچه ببینین اتفاقی که برای بیل وینسون افتاد که این آدم دام‌الخمری بود، نمیتونست ترک بکنه، بعد زنش ولی حمایتش میکرد، به جایی رسید که زنش هم دیگه قطع امید کرد، میخواست اینو بره بندازه توی این آسایشگاه روانی و این دید اون برگه‌ای که میخواست اینو بره بندازه توی آسایشگاه روانی، خیلی ناراحت شد. همونجور که مست بود، از شب بود، از خونه اومد بیرون. بچه‌ای فیلم بیل وینسون رو ندیدن، توی آپارات میتونین ببینین اینو و پیشنهادم اینه حتما این فیلم رو ببینین. My name is Bill یا بزنین بیل وینسون میاد، فیلمش توی آپارات هست، میتونین فیلمش رو حتما نگاه کنین. همجوری تلو تلو میخورد از این اتاقش اومد، از خونهش اومد بیرون و تو خیابون ماشین زد بهش، پرت شد تو پیاده رو.
چشاش که باز کرد تو بیمارستان بود. یه دفعه وسطای شب بود که اتاقش پر نور شد، یه حس و حال خوبی بهش دست داد. صبح که بلند شد دیگه تمایل نداشت الکل مصرف کنه. دکتری که داشت رو صدا کرد، دکتر گفت که من دیگه تمایل ندارم الکل مصرف کنم. دکتر بهش گفت که من یه پزشکم دیگه، حالا شاید حرفای تو رو زیاد نتونم بپذیرم، ولی هرچی هست بهش بچسب. این حس و حالی که تو الان داری هرچی هست بهش بچسب. و این دیگه کارش این شد و میرفت تو خیابونای الکلی ها رو جمع میکرد، میآورد تو خونه بهشون سرویس میداد و مشتمالشون میداد و نمیدونم کارشون رو انجام میداد تا اینا قطع مصرف بکنن. و کارش شده بود همین. بعد از 6 ماه دید همه اینا رفتن الکل زدن. ناامید شد، اومد رو تخت افتاد، به زنش گفت من دیگه این کار رو انجام نمیدم. زنش بهش گفت که نگاه کن، تو قبلا خودتو میکشتی، بیشتر 2-3 هفته نمیتونستی قطع مصرف بکنی، الان 6 ماهه که خودت الکل مصرف نکردی. و فهمید که راه این برنامه این هست که به دیگران کمک بکنه و شروع کرد به نوشتن قدم ها. اگه اشتباه نکنم توی 20 دقیقه 12 قدم رو نوشت، توی 20 دقیقه 12 قدم رو نوشت و شد راه این برنامه. و دیگه شروع کردن به کار کردن برنامه و دیگه فهمیدن که آقا میخوان خودشون پاک بمونن، باید برن به یکی دیگه کمک کنن. اتفاقی که اون شب توی اتاق برای بیل وینسون افتاد میگن تجربه روحانی. تجربه روحانی یهویی هست، یعنی طرف یهویی یه انقلابی در درونش اتفاق میفته این و باعث میشه که این فرد عوض میشه. و موضوع دیگه هست به نام تجربه روحانی. تجربه روحانی یهویی هست. بیداری روحانی مثل اتفاقی که برای من و تو میفته، به مرور هست. بهش نوع آموزشی هم میگن، یعنی ما هر قدمی کار میکنیم یه تغییراتی توی بنیادمون اتفاق میفته، یه تغییراتی توی ناخودآگاهمون اتفاق میفته، ولی برای ماها به مرور هست. با کار کردن 12 قدم تغییرات اتفاق میفته در درون ما. برای بیل وینسون و برای چند نفر آدمای دیگه یهویی این اتفاق افتاد. قرار هم نیست یهویی باشه. نتیجه دوتاشون یه چیزه، نتیجه دوتاشون تغییر هست، یعنی که ماها تغییر میکنیم. پس داره در مورد این صحبت میکنه. بنابراین هر نوع روایتی از این گونه تجربیات همیشه عکس‌العمل‌های گوناگونی رو موجب میشود. بعضی‌ها خواهند گفت ای کاش من هم میتوانستم چنین تجربه‌ای داشته باشم مثل تجربه بیل وینسون. دیگران هم که تمام این داستان را بیش از حد عارفانه و اسرارآمیز و حتی به نوعی توهمی میپندارند خواهند گفت من به هیچ وجه این قضیه را نمیپذیرم و اصلا نمیفهمم که این عده درباره چه چیزی حرف میزنند. همونطور که خیلی از اعضای ای شنیدن، خود من هم چنین تجربه عرفانی عالی و روشنگرانه در سال 1934 پشت سر گذاشتم. این تجربه با دیدن نور شدید سفید، موهبت ناگهانی ایمان به لطف خداوند و اعتقاد عمیق به حضور او همراه بود. در ابتدا خیلی طبیعی بود، اما فکر کنم به عنوان شخص خیلی خاصی برای این تجربه برگزیده شدم. اما وقتی دوباره به این اتفاق تکان دهنده نگاه میکنم، فقط میتوانم خود را به شکل خاصی شکرگزار احساس کنم. حال برایم روشن است که تنها ویژگی تجربه‌ام ناگهانی بودن آن است و یقینی که در این لحظه در من پدیدار شد. با این همه اطمینان دارم که تجربه من در سایر موارد با تجربه دیگر اعضای AA که برنامه بهبودی ما را مصرانه اجرا می‌کنند کوچکترین تفاوتی ندارد. پس این ناگهانی بودن یا به مرور اتفاق افتادن تجربه روحانی تفاوتی با هم نداره. چقدر در جلسات میشنویم که سخنران میگوید من هنوز به جنبه یا بعد روحانی نرسیدم. البته قبل از گفتن این حرف او برای ما توضیح داده که چطور معجزه تغییر در او به وجود آمده که نه تنها باعث از بین رفتن وسوسه الکل یا رفتار کم درآمدی شده، بلکه به طور کل دید او را نسبت به زندگی تغییر داده است. برای همه حضار کاملا واضح است که موهبت بزرگی به او اهدا شده است و این هدیه بیش از چیزی است که به خاطر کارهای معمولی AA از قبیل اقرار و الکلیسم
یا انجام قدم 12 میتوان انتظار داشت. بنابراین ما مخاطبین لبخند میزنیم و به خودمان میگوییم این آدم مملو از روحانیت است، فقط خودش هنوز نمیداند. میگه تغییر میکنی ولی خودت نمیفهمی، دور و بریات میفهمن. همه ما به خوبی میدانیم که این شخص که امروز به درکش از روحانیت و ایمان به خدا شک دارد، در عرض 6 ماه یا 1 سال آینده خواهد گفت که به خداوند ایمان آوردم. حتی تا آن وقت عملکرد خصوصیات روحانی در او نیز دیده خواهد شد. عملکردی که خود من هرگز نتوانستم داشته باشم، حتی با تجربه ناگهانیم. من میخوام خیلی حرف نزنم تو این صفحه، ولی همش عمیقه ها بچه. این چیزایی که داره میگه خیلی عمیقن. بنابراین امروز حتی ورزش کردناتون که شروع شده بچه یک کار روحانی هست، یک اتفاق روحانی که براتون افتاده، یک تغییری که در درونتون اتفاق افتاده و با عشق میریم، هممون میریم ورزش میکنیم، حتی میذاریم تو گروه به عنوان تجربه نیرو امید از اقداماتی که انجام میدیم. بچه حتی میتونید گزارش مثلا ثبت زمانمو شروع کردم در همین حد با حفظ گمنامی، خیلی خلاصه مختصر مفید تو یه دونه پیام. من امروز ورزشمو کردم، ثبت زمانمو زدم، جلسه‌مو رفتم، این کارو کردم، با یارم عمل کردم بودم. اینا رو یه گزارش خیلی مختصر و با گمنامی کارا رو انجام بدین. اینا همش بچه تغییره که داره اتفاق میفته. نگاه نکنین ما داریم از ورزش و آزمایش دادن و نمیدونم مراقب تغذیه بودن، همش اتفاقات روحانی هست که داره در درونتون میفته. بنابراین امروز وقتی اعضایی با این امید که دریابند چگونه شخصی میتواند به تجربه روحانی ناگهانی دسترسی پیدا کند پیش من میآید، من به آنها میگویم که به احتمال قوی آنها تجربه‌ای به همان خوبی داشتند و اینکه تجربه آنها شبیه به تجربه من است، تنها با این تفاوت که در مدت طولانی تری اتفاق افتاده است. و بعد ادامه میدهم، اینا رو بیل وینسون داره میگه ها، که اگر تغییراتی که آنها در عرض 6 ماه در ای داشتند در 6 دقیقه فشرده شده بود، خب آن وقت آنها هم ممکن بود مخشان سود بکشد و ستاره ببینند. و این نکته دیگه که میخوام استناد کنم به این کتاب و این مجله برگ مو و به حرف بیل وینسون، این مقاله‌ای هست که این نشریه هست که برگ مو از زبان بیل وینسون نوشته چیزایی که توی 6 ماه به دست میاری اگه تو 6 دقیقه هم بود خیلی فرقی با هم نمی کرد. داره میگه که قدماتو باید زود کار کنی، هوشیار باشی، تو هوای حرفو میزنی ها، نمیری 2 سال بچسبی یا آدمی که خودش هنوز نمیدونم برنامه رو نگرفته. یعنی واقعا میخوام بگم بعضی بچه‌ها بی تجربه‌اند یا نمیدونن یا همینجور دوپلیکیت شده از راهنماش به این، از اینم به راهجوی دیگه‌اش، همینجور هی نمیدونن برای چی اینقدر دارن کش میدن کار کردن قدم‌ها رو. و اینجا ببینید بیل وینسون داره میگه تو 6 ماه، حتی میخوام بهتون بگم بچه‌ها اینقدر سریع باید برنامه رو کار بکنیم تا تاثیرش رو ببینیم. نذارین اینقدر قدماتون طولانی بشه. حالا شما که توی جلسه هستین دارین با این مسیر پیش میان، بچه‌هایی که میرن 2 سال 3 سال میخوان قدم کار کنن و شعارشون هم اینه مویرگی کار کنیم. اما نمیخواد مویرگی کار کنیم. پدر بچه‌ها مردم رو در بیاری، تو 6 ماه قدم‌ها رو کار کن، تموم کن، بره. مثلا میکنم مطالب رو جوری بگم نه کم باشه نه زیاد، که فقط سریع پیش بریم. یعنی فقط سریع پیش بریم و 1% هم شک ندارم به اینکه برنامه کار میکنه. جذابیت الان برام پنهی شده که بهبودی تک تکتون رو ببینم، حال خوش تک تکتون رو ببینم، دستاورداتون رو ببینم. عشق من الان این شده به یکی دیگه کمک کنم این رشد بکنه. یعنی بازی من تو زندگی شده این، چالش من، حال خوب من شده این. من اینجوری دارم حال میکنم ها. و
این اتفاق حالا اومدیم 2 جلسه هم تو هفته گذاشتیم که سریع بریم جلو، تو 6 ماه حد اکثر بتونیم تموم بکنیم این 12 قدمو. خب من اینو تمومش کنم. با در نظر گرفتن این اطلاعات من نمیتوانم تفاوت بزرگی بین تجربه ناگهانی و آنهایی که به تدریج اتفاق میافتد ببینم. همه آنها از یک قماش هستند و فقط یک آزمایش برای همه آنها وجود دارد. میتوان از نتایجشان فهمید. نتیجه بیداری روحانی و نتیجه تجربه روحانی یکی هستند. دلیل این که من فکر میکنم چرا ما نباید تغییرات روحانی هیچ کسی را زیر سوال ببریم همین است، چه ناگهانی باشد و چه تدریجی، و نباید هیچ نوع خاصی را برای خودمان درخواست کنیم، برای اینکه تجربه خودمان نشان داده است که ما مستعد دریافت آن نوعی هستیم که به درد موقعیت خاص خودمان میخورد. نوشته بیل دابلیو. این ترجمه از کتاب زبان عشق است که از نشریات ای می باشد. این ترجمه تصحیح نشده دفتر خدمات جهانی است. خب میخوام بریم قدم 2 رو شروع بکنیم. راه نجات وجود دارد. در رابطه با قدم 2 نیروی مافوق میتواند این ترجمه باشه مشکل داره، یعنی کلا ترجمه قدم 2 توی کل انجمن‌ها مشکل داره و حالا نمیدونم اگه دوستی با بچهای توی ای توی حالا خیلی از انجمن‌ها در ارتباط هست، لطفا حتی توی یو ای این باید اصلاح بشه که نیروی مافوق میتواند سلامت عقل را به ما بازگرداند. یعنی یه نیروی مافوقی باید باشه که این سلامت عقلی اما دور شده رو بره برداره بیاره دوباره بدش به من، بگی که بیا اینو بگیر، این سلامت عقلته. در صورتی که توی انگلیسیش نوشته restore us to sanity، اگه اشتباه نکنم کلمه انگلیسیش، یعنی برگرداندن ما به سلامت عقل. یعنی من باید برم به سمت سلامت عقل، نه سلامت عقل بیاد به سمت من. و این کارهایی که من و تو داریم توی برنامه در قالب تمرین ها انجام میدیم اقداماتی هست که ما داریم حرکت میکنیم بریم به سمت سلامت عقل. من باید برم به سمت سلامت عقل، سلامت عقل نباید بیاد به سمت من. و این نشانه از عملگرایی تو این برنامه. این نشانه از این هست که من باید اقدام و عمل داشته باشم. من باید یه کاری برای بهبودیم، برای رشد و پیشرفت، برای حال خوبم انجام بدم، نه این که یکی بیاد که منو ببره به سمت سلامت عقل یا سلامت عقل رو بیاره به سمت من. نه، من باید برم به سمت سلامت عقل. پس اینو حواستمون بهش باشه. قدم 2، به مرور ایمان آوردیم که نیروی مافوق میتواند ما را به سلامت عقل بازگرداند. ترجمه درست این سرفصل there is a solution این است، یک راه حل وجود دارد. چه برای الکلیا یا برای معتادها، حالا برای کم درآمدا خیلی ملموس نبوده این بیماری، یعنی حالا جدیدا ما داریم بیماری کم درآمدی رو متوجه میشیم. من میخوام مثال الکل و مواد رو بزنم. اینایی که بیماری الکلیسم دارن هم با الکلیسم مثال میزنم. مثلا کسایی که الکلیسم دارن تو زمان بیل این آدما رو هر کارشون میکردن که اینها قطع مصرف بکنن، هیچی رو اینا اثر نمیکرد. شده بودن مثل یک ویروسی که هیچ نوع آنتی بیوتیکی رو اینا اثر نمیکرد و اینا رو پیش پزشک میبردن، اثر نمیکرد. روان پزشک، روحانیون، کشیش ها فلان، پیش هر کی میبردن اینا نمیدونم از خونه مینداختنشون بیرون، بهشون بی‌توجهی میکردن، میزدنشون، به چهچهشون میکردن، هر کار میکردن، اینها تغییر نمیکردن. یعنی این آدمایی شدن که میگفتن، یعنی دیگه اواخر میگفتن اینا رو فقط با ولشون کنی اینا برن بمیرن، اینا دیگه هیچ کاری نمیتونیم برای اینا بکنیم، اینا زد و گلولن، هیچ بزنیشون، خوب بهشون بگی، احترام بذاری، احترام نذاری، اینا اصلا هیچی روشون اثر نمیکنه. اینجوری میگفتن در مورد الکلی ها که حالا یه جا توی
همون قدم یک میگه یا باید مرا به بند میکشید که الکل مصرف نکنم، یا یه قلدری میذاشتم بالا کله من که مثلا نذاره من الکل مصرف کنم، که باز هم نمیتونن جلوی این آدما رو بگیرن. تو کم درآمدی هم همینه، هیچ کس نمیتونه جلو تو بگیره، هیچ کس نمیتونه کاری برات انجام بده. خودت دیدی دیگه، تو این سالها دیدی چقدر آدم ها اومدن به ما کمک کنن، نتونستن. چقدر دعا کردیم، چقدر مشورت از این و اون گرفتیم، چقدر پیش مشاور رفتیم، چقدر پیش روانشناس رفتیم، چقدر پیش مشاورای کسب و کار رفتیم، چقدر این در اون در زدیم. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ هیچ چی دیگه رو ما اثر نمیکنه. بر منم اتفاق افتاد، خدا شاهده بچه‌ها، هیچ چی رو من تاثیرگذار نبود. تحقیر میشدم، توهین میشد بهم بر میخورد، حالم سگ، بی پول. من آدم بی پولی منو میکشه بچه‌ها. من نمیدونم چجوری سر میکردم این روزا رو، و خدا میدونه هر چی بیشتر تلاش میکردم بیشتر میرفتم پایین. و اینجا میاد میگه که there is a solution، یه راه حلی هست. برای کی؟ برای همونایی که حتی از خونه انداختنشون بیرون، کارتون خواب شدن. دیدین دیگه تو سطح شهر کارتون خوابا رو میبینین. اینا هم شهریایمون هستن ها. اینا آدمایی مال همین ایرانن، هم مال شهرهای خودمونن. آدمایی که طرد شدن، آدمایی که رها شدن و هیچ کاری هیچ کس نمیتونه برای اینا انجام بده. تو این برنامه میگه یه راهی هست حتی برای اینا. یه راهی هست، آره یه راهی هست که وقتی به منم گفتن که یه راهی هست، یه نور امیدی میاد تو دلمون. اگه هنوز فکر میکنی، بذار اینجا یه ذره بزنم بهتون، اگه هنوز دوست عزیز فکر میکنی میتونی خودت یه کاری انجام بدی، برنامه برات کار نمیکنه. اگه هنوز احساس قدرت و منمت زیاده، اگه هنوز فکر میکنی یه دوره، یه کلاسی، کتابی، یه فردی، یه مشاوری، یه بیزنسمن خفنی، یه آدم فلانی میتونه بهت کمک بکنه که تو از این مشکلی که داری رها بشی، باید بری اونجا رو هم تست کنی. اگه نه همه دوراتو زدی و دیدی نمیشه و الان اومدی به عنوان تنها گزینه‌ای که برات ممکنه اومدی تو این برنامه، بهت قول میدم برات میشه. من خودم تو برنامه بودم، الان تو موقع برنامه تجربه الانش رو نداشت. تو برنامه بودم با کوله‌بار مشکلات و با کوله‌بار فشارهایی که روم بود، هنوز دنبال فایلای استاد فلانی بودم و به این و اونم معرفی میکردم که گفتم ما این برنامه چی میخواد من بگیم؟ برنامه معمولی، 4 تا آدم معمولی میان میشینن چرت و پرت هم میگن. یعنی اینا دقیقاً دیالوگایی بود تو کله من میشد. این استاد فلانی خیلی خفنه، اون میرفتم این فایلی ازش گوش میکنم، به به نگاه چی میگه، اینا چی میگن، من امروز باز زنم دعوام شده، اون بیا میگه من امروز فلان کردم برای من دعا کنین، اینا چیه؟ تو 1 سال اول برای من اینجوری بود، نمیتونستم سفت و سخت بچسبم به برنامه و من اسم این برنامه رو گذاشتم برنامه بدبخت ها. کسایی که رسیدن به ته بدبختی، دیگه هیچ راهی براشون نمونده. برنامه برای اونا کار میکنه. آب پاکی رو بریزم رو دستتون. برنامه برای کسایی کار میکنه که اینها دیگه هیچ راهی تو زندگیشون نیست، مستعسل شدن.
اونجایی که دستاتو میبری بالا تسلیم میشی، میگی دیگه واقعا دیگه نمیتونم کار انجام بدم. ولی تا زمانی منمت هنوز بالایه و هنوز داری ادعا میکنی اینا، این برنامه اینقدر هوشمنده برات کار نخواهد کرد. میدونین ذهنت نمیذاره تو این برنامه رو با جدیت کار کنی. میای تو جلسات منتظری ببینی کی یه سوتی میده، تو سوتی رو بگیری بکنی پتک کنی بکنی تو سرش. میری تو جلسه اداری که هنوز میخوای خودتو ثابت بکنی. میری دنبال تفاوت ها میگردی، به جای اینکه دنبال شباهت ها بگردی دنبال تفاوت ها میگردی، دنبال اینا هستی. کی کارا رو میکنه؟ کسی که هنوز منمش هواه ها، هنوز من میتونم و من از پسش برمیام و منظورم میرسه و هنوز رو خر خودش سواره. اون آدم اینجوری که تو انجامنم زیاد داریم که به من و تو هم هیچ ربطی نداره اینا چی کار میکنن یا چی کار نمیکنن. نمیخوام بری درستشون بکنی. من تو این برنامه چه به عنوانی که آدمای کم حاشیه یا بی حاشیه شناخته میشم. من هیچ وقتمو نذاشتم برای چرت و پرت. اینا مرزان چرت و پرت، من بخوام برم یکی دیگر رو حالا تغییرش بدم، به من چه؟ باید بره ببخشین فلانش جر بخوره تا بعد بیاد توی این برنامه. من که نیومدم همه رو درست کنم. شما دوستای من این دوست داشتین از تجربه من استفاده کنید، نوکرتونم هستم. کسی نمیخواد، اول آخرش که نمیخواد. کسی هنوز منمش بالا خودش میدون، به من چه؟ توی برنامه نرین وقتتون رو بذارین، انرژیتون رو بذارین صرف این که فلانی چی گفت، فلانی خوشش میاد، فلانی ایراد گرفت یا نگرفت. به ما ربطی نداره. کلا خودتون رو بچسبین. تو بهبودیت خودخواه باش. این حرف رو یادت باشه. تو بهبودیت خودخواه باش. برای رشد و پیشرفتت خودخواه باش. توی یار عمل کرد، توی راهنما، توی حرفایی که داری میشنوی، توی جدیتی که تو برنامه باید داشته باشی خودخواه باش. یار عمل کرده من فلانه، تو پیچ، مرسی که تا الان بودی، ممنونم به من کمک کردی، خداحافظ. بعدی اوکی نبود، خداحافظ. بعدی راهنما دیدی داره شعر و ور میگه، ببخشین دیدی داره کنسل میکنه چند جلسه پشت سر همو، برات تاقچه بالا میاد و جواب و گوشی نمیده و نمیم این مدلی. خداحافظ. یعنی میخوام بگم حالا باید خودت هم آگاهی داشته باشی نسبت به برنامه، ولی که خودخواه باشین توی بهبودیتون. بریم کتاب. ترجمه درست این، میخواستم این نکته رو بگم برای ماهایی که رسیدیم به ته خط. یعنی واقعا بیماری من بچه 12 سال فعال بود و من هیچ کار نمیتونستم براش بکنم و توی این برنامه میگه یه راهی هست دوست عزیز، بیا پسر خوب دختر خوب، بیا یه راهی هست. یک راه حل وجود دارد. ضروری است که در رابطه با این کتاب این مطلب مهم رو به خاطر داشته باشیم. یک، که این کتاب فقط یک راه حل به ما میدهد، یعنی فقط داره بهت راه رو نشون میده، باید قدم قدم بری جلو. دو، و آن راه حل است نه نجات. گاهی اوقات اشخاص فکر میکنند که بدون پیمودن این راه مخصوص میتوانند در جلسات نجات پیدا کنند. کور خوندین. با جلسه اومدن و رفتن هیچ اتفاقی براتون نمیفته. برای یک زندگی با آرامش، خوشبخت و پرثمر چیزی دورتر از واقعیت نمیتواند باشد. برای به دست آوردن این راه باید این راه را پیمود. برای اینکه این راه رو به دست بیاری، برای اینکه اون وعده های این راه برای تو محقق بشن، باید این راه رو بری دوست عزیز. این نیست که فقط بیای بشنوی و همه چی خوب بشه. این نیست که تو فقط بیای جلسه و بری همه چی خوب بشه. باید این راه رو پیمود. مثل این میمونه مثلا یه آبشار خیلی خوشگل توی جای مثلا توی یکی از جنگل‌های شمال هست و باید مثلا یه ساعتی رو پیاده روی کنی و رو به بالا هم حرکت کنی.
مثل آبشار مثلا کبودبال. حالا چون رفتم آبشار کبودبالو میگم. بعد شما یه پیاده روی داشته باشین، برین اون بالا و ببینین با چش خودت، ببینید چقدر قشنگه. بزرگترین آبشار خزه‌ای دنیا. بعد تو این پایین وایسادی، اینایی که دارن برمیگردن میگه چطور بود؟ میگن خیلی خوشگل بود، وای عالی بود، رویایی بود، محشر بود. تو هم خوشحال، آه چقدر عالی، چقدر خوبه. عکساشو داری؟ میگن آره عکساش هم هست، بیا ببین نگاه کن. این عکسای مثلا آبشار کبودباله، اوه چقدر خوشگله، نگاه از اون بالا آب میریزه، یه حوضچه هم پایینش ایجاد شده. تو فقط در همین حد حال میکنی. تو اون لذتی که اون فرد رفته تا کنار آبشار و اون حسی که گرفته رو، اون حس رو تو نداری، تو فقط شنیدی. بعد میای اینایی که داره کنار رد میشن میخوام برم بالا، میگه خیلی راهه، میگه که آره مثلا 1 ساعت دیگه باید پیاده بری بالا. خوشگله؟ آره فوق‌العاده است، برو مثلا کیف میکنی. خودت ندیدی ها، فقط شنیدی. تو برنامه هم همینه، خیلی ها فقط شنیدن که چی به چیه. برای به دست آوردن این راه باید این راه را پیمود. در این کتاب تجربیات و اطلاعات ما توأماً عرضه شده است. یعنی هم تجربه هست هم دانش. منی که دارم بلبل زبونی میکنم اینجا، تمام چیزایی که میگم تجربیات من نیست، یه مقدار دانش من از برنامه هست، یه مقدار از تجربیات من از برنامه هست. دوتاشو میذارم کنار هم ارائه میکنم. پس تو این برنامه همجوری خود این کتابم داره میگه، ما از دانش و تجربمون توأماً استفاده میکنیم و میباید برنامه مفیدی را و افرادی که مشکل کم درآمدی دارند ارائه دهد. در فصل‌های بعدی دستورالعمل دقیق و مشخصی عرضه خواهد شد. قدمات دستورالعملن که تو انجام میدی و اون اتفاقات برات میافتن که چگونگی بهبودی ما را به نمایش میگذارد. خوشبختانه راه حلی وجود دارد، یا ترجمه دقیقیه که راه حل وجود دارد و لازمه توفیق در آن پا بر روی غرور گذاشتن، اعتراف به ضعف‌ها و درون‌نگری است. بچه این برنامه میدونین چجوریه سیستمش؟ میگه تا قبول نکنی شکست خوردی برات کار نمیکنم. یعنی باید اشک تو در بیاره. میخوام مثال بزنم، نه اینکه اینجوری باشه. ما قدم کار نمیکنیم حالمون بد بشه، ما قدم کار میکنیم حالمون خوب بشه. دارم فقط مثال میزنم. اشکتو در میاره، بعد میگه که بیا بهت بگم چیکار کنی. میبرد کف آب، از کف آب نور رو بهت نشون میده. یعنی کف آب داری خفه میشی ها. کسایی که 1 متر میاد زیر آب میگی نه من نمیتونم برمیگرده سرجاش، میبرد کف 4 متری، جایی داری خفه میشی. بعد راه رو بهت نشون میده، یه کانالی هولت میده تو اون کاناله که رفتی راه نجات رو بهت نشون میده. حالا فقط در حد مثال بود این. میگه بپذیر مشکل داری، من هستم. بپذیر مشکلی هست، بپذیر تو نتونستی کاری بکنی، من هستم، من کمکتم. سیستم این برنامه اینه. بپذیر بی قدرتی، چشم من برات راه حل دارم. خب پس لازمه توفیق در آن، پا بر روی غرور گذاشتن، پا باید بذاری رو غرورت. اعتراف به ضعف ها، اعتراف کنی که آقا من مشکل دارم، من ضعف دارم توی این زمینه. و درون نگری، حالا بری تو خودتو نگاه کنی کجا ایراد داری که دنیا به گند کشیده شده. بچه بذاری یه داستانو بگم، حالا زمانم نداریم ولی داستانو بگم. من جمعه میخوام برم یه سفر، یعنی دارم میام سمت شمال و اینا، دارم میرم سمت شمال. بعد
با دوستمون که با هم میخوام بریم گفتیم که اگه ماشینمون رو بذاریم تو قطار تا تهران با قطار بریم، خودمون هم تو کوپه استراحتمون هم میکنیم تا تهران میریم، از تهران به بعد هم با ماشینای خودمون میریم. دیروز صبح خب من رفتم پیاده روی، بعد برگشتنی خب وقت داشتم، بنزینم بعد میزدم، بلیتامون هم هنوز بلیت قطارمون جور نشده بود، سپرده بودم که برامون بلیت بگیرن، بلیت ماشین، یعنی برای ماشین سپرده بودم که بلیت برامون بگیرن و تا دیروز صبح هم خبری نبود. از ساعت تقریبا 7 و 10 دقیقه من تو صف بنزین بودم، چون کارت ماشین خودم کدینگ داره، یعنی هر جایی نمیشه بنزین زد. من برام بنزین آزاد بذارم، وقتم دارم، وای میسم. 50 دقیقه من وایسادم تو صف، یعنی از 7 تا 10 دقیقه تا 8 نوبت من شد. کارت جایگاه رو زدم، رمز معمولا 4 تا 1، 4 تا 1 رو زدم، دیدم رمز اشتباه هست. گفتم رمزش هم، گفت 4 تا 0. در آوردم کارت رو زدم 4 تا 0، نازل رو برداشتم گذاشتم تو باک ماشین، دیدم نمیزنه. نگاه کردم دیدم صفحه خاموش بود. گفتم آقا چی شد؟ گفت برقا رفت. گفتم موتور برقی هیچی ندارین؟ گفت که نه آقا برقا رفت، همتون برین. آقا شاید 100 تا 200 تا ماشین تو پمپ بنزین، گفت همه برین، همه رفتن. من که وجه 2 تا فوش آبدار دادم. بعد اومدم گفتم که جواد خب چیزی که ما تو برنامه یاد گرفتیم یه خیری توش هست، شاید یه خیری توش هست. گفتم شاید یه خیری توش هست، سختش نگیر و برو. دیگه چراغ بنزین ماشینم هم روشن شد، رفتم یه جا دیگه بنزین بزنم، دوباره دیدم صفش طولانیه، گفتم ولش کن. اومدم ساعتای 3-4 بود که اون بنده خدایی برای من قرار بود بلیت بگیره، بلیتو گرفت، بلیتو برای من فرستاد و من اصلا حواسم نبود. بعد دیروز بعد از ظهر بود، یه دفعه 2 ساعت بعدش یه دفعه یاد این داستان افتادم. چون وقتی بچه ماشین رو میخوایم سوار قطار بکنیم باید حتما باکی زیر 1/4، یعنی 1/4 بیشتر بنزین نداشته باشه، باید 1/4 بنزین، اگه بیشتر باشه باید بری بنزینش رو بکشی و داستان. حالا فکر کنین در ساعت 8 که نوبت منم شده بنزین بزنم، دقیقا همون موقع بنزین بره که من 30 لیتر بنزین نزنم تو ماشین که باک بشه نصفه، که حالا باید برم اونجا پای قطار بنزینشو بکشم و نمیدونم. این آشنایی که حالا بود به من گفت که باید بیان نمیدونم دوباره این بنزین بکشن و یه چیزی میزنن خراب میکنن و گفتم خدا چقدر داری مراقبت میکنی از من، چقدر داری محافظت میکنی. من اونو یه داستان در ظاهر بد دیدم، 2 تا فوشم دادم، ولی تو چجوری داری مراقبت میکنی؟ تو چجوری داری حمایت میکنی؟ که ببینین 50 دقیقه وایسی نوبتت بشه، همون زمانی من نازل رو کردم توی باک ماشین که بنزین بدم، همون ثانیه برق قطع بشه که من بنزین نزنم، که بعد اونجا حیرون نشم. میدونید دور داستان داره، باید بری صندلی رو باز برداری و نمیدونم در باکو باز کنی و بنزینش رو بکشی، کلی داستان کثیفکاری داره. برای من نشانه است، برای من نشانه هم که نه، اصلا یک اتفاق بزرگ، واقعا میتونم بگم اتفاق بزرگ حتی تو این موقعیت ها هم داره حمایت میکنه. و یه اشتباه دیگه کرده بودم، خب 2 تا ماشین بودیم، من عکس یه کارت ماشین رو فرستادم، فکر میکنم 2 تا کارت فرستاده بودم. حالا بنده خودم بلیط برای ما گیر آورده بود. گفتم یکی دیگهش چی؟ گفت که تو یه دونه ماشین بیشتر نفرستادی که. گفتم وای، گفتم خودت درست کن. و به دوستم که حالا اون باید بلیط میگرفت بهش گفتم خودت دنبال باش توی این سایت هایی که برای بلیط هست. آقا یه رو بعدش اونم تماس گرفت که بلیط اون یکی هم اوکی شده، یعنی خودش از توی سایت تونست بلیطشو بگیره. میخوام بگم بچه‌ها، یعنی
اینقدر تو برنامه ماها حمایت شده میشیم. یعنی میخوام اینو بگم بچه، تعریف از خود نیست، میخوام بگم تأثیر و لطف خداوند اینجوری شامل حالمون میشه. بریم من تا این سفرم تموم بکنم. پا بر روی غرور گذاشتن اعتراف به ضعف‌ها و درون‌نگری است و با آنکه هیچ یک از ما علاقه‌ای به رعایت این اصول نداشتیم، اما شاهد تأثیر واقعی آن در زندگی دیگران بوده ایم. شاید داستان من تأثیر کار کردن قدم ها تو زندگی من بوده که باید بگمش بچه ها. یعنی بگم اینجوری لطف خدا داره شامل حال من میشه. نمیخواستم من بگم، حالا پا داد گفتم دیگه. یعنی لطف خدا داره اینجوری خدا داره به من حال میده تو این مسیر، اینجوری داره بر من میسازه، درست میکنه و زندگی رو لذت بخش میکنه. و به مرور دریافتیم زندگی با آن صورتی که ما گذران میکردیم بیهوده و نافرجام بوده است. بنابراین وقتی کسانی که مشکل مشروب خواریشان یا کم درآمدیشان حل شده بود پیشنهاد کمک کردن پذیرفتیم، زیرا کار دیگری برای ما نمانده بود مگر قدم گذاشتن به راه معنوی ساده‌ای که آنها پیش پایمان گذاردند. ترجمه درستش میگه مگر به کار گرفتن ابزار روحانی ساده‌ای که آنها پیش پایمان گذاردند. ما اکنون مقداری از بهشت را یافته ایم و به طرف بعد چهارم زندگی پرتاب شده ایم، بعدی که در خواب هم آن را ندیده بودیم. من این روزامو تو خوابم هم نمیدیدم. این روزایی که دستاورد مالی اصلا بحث من نیست، خدا شاهده بچه ها که دستاورد مالی هم اومده ها. این عشقی که من با زندگی دارم میکنم، این لذتی که امروز من بودن تو این جلسه برای من داره، لذتی که من از ارتباط با بچهای برنامه، با حتی کسایی که با هم صحبت میکنیم، حتی با یکی که وایس میذاره من پاسخشو میدم، عشقی که امروز من دارم تو زندگی میکنم بچه‌ها قیمت نداره. حالا دوستی تازه شروع کرده کار کردن برنامه رو با من 1-2 ماهه و اومد، حالا تو جمع ما حضوری بودیم، یه تفریحی داشتیم هفته پیش و بعد به من گفت چقدر جمع خوبی داریم. حالا 4-5 نفر دور هم، 6 نفر دور هم بودیم. چقدر جمع خوبی داریم، چقدر دوستای خوبی داریم. و این چیزی که اینجا میگه ما اکنون مقداری از بهشت رو یافته ایم. باورتون میشه بچه همین دنیا میتونه بهشت باشه؟ یه قسمتش همین برنامه هست، یه قسمت توی این جامعه. نگاه کنین بچه ها، تو جامعه‌ای که وحشتناک بعضی اتفاقات توی جامعه ماها داریم میایم اینجا در مورد رشد و پیشرفت و حال خوب و سلامتی و ورزش و روحانیت و اینا داریم صحبت میکنیم. توی همین موقعی که نمیدونم تهدیدها و چالش‌ها و مشکلات هست، من و تو اینجا داریم در مورد گل و بلبل صحبت میکنیم. بهشت مگه چیه؟ و به طرف بعد چهارم زندگی پرتاب شدیم. بعد چهارم چیه؟ بعد چهارم یعنی اینکه من جواد 32 سال از عمرم رفت، ولی در عرض 5 سال بعد از اون اتفاقاتی رقم خورد که خود منم باورم نمیشه. بعد چهارم یعنی اتفاقاتی میفته که با اون میزان زمانی که این اتفاق افتاده با هم نمیخونن. مثل این میمونه مثلا من الان کرمانم، بگم مثلا نیم ساعت دیگه مثلا تهران باشم، با هواپیما هم که بخوام برم 1 ساعت طول میکشه، نمیخونه. ولی برنامه این کار رو برات میکنه. بعدی که در خواب هم آن را ندیده بودیم. نکته مهم و بدون کم و کاست این است که ما تجربه های روحانی عمیق و موثری داشتیم. این تجربه های روحانی تمام نقطه نظرها و طرز تلقی ما را در مورد زندگی، هم نوعان و آفرینش کاملا دگرگون کرده است. حالا نگاه تو در مورد زندگی عوض میشه.
آقا تو یه جوری داشتی به زندگی نگاه میکردی، الان نوع نگاه تو 180 درجه میچرخه، نگاهت به زندگی عوض میشه، نگاهت به هم نوعانت عوض میشه. با کار کردن برنامه تو دیگه آدما رو یه جوری دیگه میبینی، نگاهت به آفرینش عوض میشه، یه جور دیگه آفرینش رو میبینی. دیگه نمیای ایراد بگیری چرا دماغ من گنده، چرا من تو این شهرم، چرا اصلا عوض میشه. چرا خدا یه جوری من میگم نمیکنه، چرا خدا اونجوری باید باشه نیست. اینجوری نگاه نمیکنی، نگاه میکنی همه چیز درسته، همه چیز سر جا خودشه، همه چیز درسته. اگه باید جنگ بشه جنگ میشه، اگه یکی باید فقیر باشه باید فقیر باشه، اگه یکی پول داره باید پولدار باشه، اگه یکی مریضه باید مریض باشه، اگه یکی مادرزادی به دنیا میاد با یه مشکلی باید باشه. همه چیز درسته، همه چیز درسته بچه‌ها. توی دنیا همه چیز درسته، هیچی اشتباه نیست. جنگ ها، آتش سوزی ها، مشکلات، خوشی ها، پیشرفت ها، علم، ثروت، فراوانی، اینترنت، همه چی درست داره به نظم خاص خودش پیش میره. نگاه منه، نمیدونم شما چجوری میبینین، و این نگرش ما به همه اینها عوض میشه. دیگه مثل گذشته فکر نمی‌کنی، دیگه چالش نمی‌بینی. دیگه اگه رفتی صف پمپ بنزین نوبت تو شد نازل کردی تو بنزین زده شد، فوش نمیدی. من دیرو فوش دادم ها. میگی خیره که حالا من اون موقع هوشیار نبودم، بعد اومدم تو مهد خواستم استوری بذارم، این 2 فوشم بدم ها. ولی بعد یه 5 دقیقه بعد که آروم شدم جا حتما این خیری توش هست، خودتو خر کن بگو که مثلا این خیری توش هست. خدا گواه بچه‌ها، یعنی همین با همین چیز داشتم با خودم فکر می‌کردم، مثلا خودتو خر کن بگو یه خیری توش بود، شاید یه چیزی بود آقا. و عصر این اتفاق افتاد که من نباید بنزین میزدم داستان بود دوباره بر من. و دیشب رفتم 15 لیتر بنزین زدم که تا 1/4 برسه. اینه بچه‌ها، این بعد این نوع نگرش تو عوض بشه. یعنی من خودم توی زمینه تغییر نگرش خوبم، خیلی خوبم، و بهتون یاد میدم، تجربیات خودم بهتون میگم چجوری نگرشتون رو به اتفاقات عوض بکنید. و برنامه‌ام کارش همین هست. امروز هسته اصلی زندگی ما اعتماد کامل به حضور آفریدگار در قلب و در زندگی ما هست. یه بار دیگه جمله رو میخونم. امروز هسته اصلی زندگی ما اعتماد کامل به حضور آفریدگار در قلب و زندگی ماست و این خود به تنهایی معجزه‌ای است بزرگ. عاشق کلمه اعتمادم. بچه بودیم یادتونه وقتی تو بغل پدرمون هستیم، وقتی تو بغل مادرمون هستیم چقدر خیالمون راحته، امنه، توی امن‌ترین جای دنیاییم. وقتی دستمون تو دست پدرمونه، وقتی بغلمون کردن، حالا خدا بغلت میکنه، امنی، بدون هر اتفاقی که هست تو امنی. این خدا بغلت کرده، اینجوری میخوام بهت بگم. امروز هسته اصلی زندگی ما اعتماد کامل به حضور آفریدگار در قلب و زندگی ماست. آقا من دارم میگم خدا در زندگی من هست، خدا در زندگی ماها هست، خدا در قلب من هست. من جایی نباید برم ببینمش. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. بیرون هست تو هم هست. قلبت داره میزنه ها. یه وقت احساس تنهایی نکنی، احساس بی کسی نکنی ها. البته بهت حق میدم اگه هنوز کاملا ایمان نداری، به مرور اتفاق میفته. تو خود تیتر قدم 2 هم میگه به مرور ایمان آوردیم. کم کم باش رفیق میشی، کم کم
پیداش میکنی، کم کم باش عشق بازی میکنی، ولی در نهایت میبینیش. وقتی میگم میبینیش، نگه با چشت ببینیش، با قلبت، با اون حس درونیت میبینیش. هم در درونت هم در بیرون میبینیش. در یک گل، در بچت، در یک پرنده، در یک حیوان میبینیش. خداوند در زندگی ما کارهایی کرده است که ما خود هرگز قادر به انجامش نبودیم. اگر شدت بیماری شما به حدی است که ما از آن رنج می‌بردیم، به اعتقاد ما راه حل وسطی برایتان وجود ندارد. وسط گیر نکنی ها. نه یه برنامه رو نصف نیمه کار کنی بری. یا کار کن یا کار نکن. حالا تو جلسات هستی، کارگاه هستی، خوبه ها. ولی اگه میخوای جواب بگیری، با تمام وجود کارش کن. از میانبرها حاصلی نگرفتیم. ما به جای رسیده بودیم که زندگی برایمان طاقت فرسا شده بود و از دست هیچ کس هم کاری ساخته نبود. ما دو راه بیشتر نداشتیم. بر سر دور برگردان رسیدیم. این یوترن هست، یعنی این که کلمه درستش یوترن هست. بر سر دور برگردان قرار گرفتیم. یا باید آگاهی از آن وضع غیر قابل تحمل را از مغز خود بیرون می‌راندیم و راهی عاقبت دردناک خود می‌شدیم. با کم درآمدی زندگی کردن نتیجه خوشایندی نداره دوست عزیز. قدم 1. و یا این که کمک روحانی قبول می‌کردیم. قدم 2. از آنجایی که تمایل باطنی در ما بود، کمک روحانی را پذیرفتیم و آماده شدیم تا در این راه قدم بگذاریم. تا همینجور بچه‌ها نگه دارین. زمانمون هم تموم شده. بریم مراقبه تجسم سازی رو داشته باشیم و بعد از اون دعای قدم 3 رو میخونیم و جلسمون رو میبندیم. دم همتون گرم. مرسی صبوری میکنین، گوش میکنین. از خداوند بی نهایت سپاسگزاریم. با قلبمون ازش تشکر میکنیم. آماده میشیم برای مراقبه تجسم سازی. اکنون زمان مراقبه تجسم سازی است. اکنون زمان وصل شدن به نیروی برتر و دریافت راهنمایی از اوست. ضمن اینکه تجسم میکنیم که کسب و کار سالم و معنوی چگونه میتواند باشد. از شما دعوت میکنم که در حالت رها شدگی و آرامش کامل قرار بگیرید و چشمان خود را ببندید. یک نفس عمیق و طولانی بکشید و تمرکز خود را بر روی تنفس خود نگاه دارید. همه چیز جز این لحظه را رها کنید. حضور نیروی برتر خود را احساس کنید و با قلب خود ارتباط برقرار کنید. ما می‌خواهیم با هم به یک سفر برویم. اعتماد و باور داشته باشید. از نیروی برترتان راهنمایی دریافت خواهید کرد. تصور کنید معجزه‌ای رخ داده است. شما مقاومت و افکار و الگوهای محدود کننده خود درباره کسب و کار را از دست داده اید و اکنون می توانید با کسی ارتباط برقرار کنید که نیروی برترتان از شما می خواهد که به او خدمت کنید و قدم‌های استواری برای بازاریابی محصولات و خدمات خود بردارید. هنگامی که می دانید در کسب و کار خود حمایت می شوید و تنها نیستید، چه احساسی دارید؟ به خودتان اجازه دهید این احساس در بدن شما بنشیند. بازاریابی مطمئن محصولات و خدمات برای شما چگونه است و چه احساسی در شما ایجاد می کند؟ اینکه شما مسئولیت آنچه شایستش هستید را بر عهده بگیرید و آنچه به اطمینان با ارزش شما هماهنگی دارد، این چه احساسی در شما ایجاد می کند؟
اگر شما مشتری های ایدئال خود را داشته باشید که بالاترین قیمت را به شما پرداخت کنند، چگونه به نظر می رسد؟ کسب و کار با برکت و آسان چگونه است؟ چگونه می توانید کسب و کار خود را جالب و سرگرم کننده کنید؟ به جای تلاش و زحمت برای کسب و کار، از چه حمایت و همکاری برخوردار هستید؟ چه کسی شما را الهام می بخشد که این هفته او را دنبال کنید؟ خود را در حال پیاده سازی برنامه‌های کسب و کار مجسم کنید. به تنفس خود بازگردید. به آرامی دم بگیرید. اکنون بازدم خود را آزاد کنید. به اتاقی که در آن هستیم برمیگردیم و از شما دعوت میکنم که هر گونه بینش یا شهودی که در طول این تجربه داشتید را یادداشت کنید. هرگاه آماده بودید لطفاً با آرامی چشمان خود را باز کنید. به اتاقی که در آن هستید بازگردید و شهودها و بینشی که داشتید را یادداشت کنید. دم همتون گرم. مرسی که هستین. از خداوندم سپاسگزاری میکنیم. دعا میکنیم برای همه کم درآمدان، دعا میکنیم برای همه دوستامون و دعای قدم سه رو میخونیم جلسه‌مون میدن. پروردگارا، خود را تقدیم تو میدارم. با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی. از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم. مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو، عشق تو و در راه تو یاریشان خواهم داد. باشد که همیشه بر ارادت گردن نهم. آمین. روز عالی داشته باشین. از من